امروز در اجلاس نوبتی پارلمان وکیلان مجلس نمایندگان موضوع انتخاب اعضایان نوی کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی را بررسی کردند و بررسی وکیلان نامزدی 3 نفر نظام قاسم رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان، ناصر جان سلیمی رکتور دانشگاه آموزگاری تاجیکستان و دوست مرادزاده رهبر شورای عدلیه تاجیکستان پیشبری شد. نامزدی این 3 نفر با اکثریت کل آرای وکیلان انتخاب کرده شد. اولا ما از این باوری بزرگ اظهار تشکر میکنیم و تصمیم همیشگی اعضای کمیسیه و از جمله بنده در آینده همین خواهد بود که انتخابات های ما واقعا خوب گذرند، در سطح بلندی تشکیلی و سیاسی شفاف و دموکراتیک گذرند و به منفعت همین دولت، به منفعت همین ملت باشند. این نفران به جای 3 نفر عضو سابق کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان، ویران نعومه و شادرمان اکبرعلی ستارов رئیس سابق اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان و همچنان جلالالدین محمود عضو ریاست حزب در تاجیکستان ممنوع شده نهضت اسلامی تاجیکستان انتخاب شدند که همکنون حالا در محبس قرار دارد. پس از ظهر امروز اولین جلسه کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان با شمول اعضاهای نوی آن که امروز در مجلس نمایندگان تصدیق شدند برگزار گردید. در این جلسه کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی 6 مسئله بررسی گردید و از جمله در این جلسه اعضایان نوی کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان با رأی خود 68 حوزه انتخاباتی را در سراسر قلمرو جمهوری تأسیس دادند. همچنین در این جلسه اعضایان کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی شکل و اندازه بلوتین انتخاباتی، نوع‌های دعوتنامه‌ها و همچنین حجت‌های شاهدان خارجی در این رای پرسی تاجیکستان و همچنین شاهدان داخلی و حجت‌های آنها تصدیق کرده شدند. یکم روی خط شهروندانی که برای اشتراک در رای پرسی حقوق دارند ورقه‌های عنوانی و علاوگی حجمش 300 به 400 میلی متر. دوم بلتن اوزدی اوید برای پرسی جمهوری تاجیکستان حجمش 210 به 150 میلی متر. کاغذی درجه حفاظت داشته. ما فقط اندازش معین کردیم. دیگر مسئله ها شد جلسه های در نوبت قانون مهلت های مقرر کرده قانون دیگر مسئله هاش بررسی می‌کنیم. با معین شدن روز رای پرسی و همچنین قرارهای کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی در رابطه با تأسیس 68 حوزه انتخاباتی، اندازه و ورقه های رای پرسی و رایدهی، تاجیکستان به مرحله تبلیغات قبل از رای پرسی وارد می شود و قرار است روز 22 می سال جاری شهروندان تاجیکستان نظر و اندیشه های خود را در رابطه با لایحه تغییرات و علاوه ها به سرخوانان تاجیکستان در نزد صندوق های رای بیان دارند.